بیاین با هم 2.5 ساعت از مالاگا پرواز کنیم و بریم به جزایر قناری. یکی از بهترین مقاصد گردشگری در زمستان در قلب اروپا بیشک سواحل قناریه، چرا که در سردترین حالت دمای هوا در این جزایر به 21 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. شاید به خاطر همین هوای عالیشه که در متون باستانی به این جزایر خوشبخت میگفتن. این جزایر شرقی ترینشون با آفریقا فقط 108 کیلومتر فاصله داره، در حالی که فاصله کل جزایر قناری با خاک اسپانیا بیش از 1000 کیلومتره و اختلاف ساعت 1 ساعته هم با اسپانیا داره. اما به هر حال این جزایر بخشی از کشور اسپانیا به شمار میان، با اینکه از لحاظ جغرافیایی به آفریقا نزدیک ترن. این جزایر شامل 8 جزیره اصلی هستند و از 2 استان سانتا کروز و لاس پالماس تشکیل شدن. جالبه بدونین برخلاف آنچه که بسیاری فکر میکنن، جزایر قناری هیچ ربطی به پرنده قناری نداره. در واقع این نام به سگ‌هایی که در گذشته در این جزایر زندگی میکردن برمیگرده، چون قناری در لاتین به معنای سگ هست. برخی میگن جزایر قناری مملو از سگ‌های بسیار بزرگجثه بوده. برخی هم اعتقاد دارن که ساکنان بومی جزیره پایبند آیینی بودن که سگ در اون مقدس شمرده میشده و حتی بعد از مرگشون مومیایی میشده. برخی هم گمان میکنن که ارتباط تنگاتنگی بین تقدس سگ در جزایر قناری و آنوبیس خدای مرگ در مصر باستان وجود داشته که با سر سگ تصویر میشده. به هر حال جزایر قناری ربطی به پرنده قناری نداره، اما پرنده قناری ربطی به جزایر قناری داره. چرا؟ چون نام پرنده قناری که بومی این منطقه بوده از این جزایر گرفته شده.